چی؟ مافیا بازی کنیم؟ حال نمیده آجی. من دفعه آخر بازی کردم گرا به نقش شدم، اعلام نقشم نکردم، حتی کیک شدم، اصلا دیگه اعصابم خورد. حال نمیده بازی کنیم. چی کیک نداره؟ یعنی چی کیک نداره؟ میتونیم اعلام نقش کنیم؟ من مافیا اعلام نقش داره. کلیم آزاده؟ یعنی چی؟ میتونی من کاراگام؟ اوکی چی هست اسمش؟ میتیک قراره بازی کنیم. سلام رفقا، من اسمم سپره. خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه. توی این ویدیو قراره آموزش بدیم سناریوی میتیک و تمام نقش‌هاش رو به صورت کامل. تا این لحظه یکی دو تا بازی شاید هم بیشتر با سناریوی میتیک رو صفحه یوتیوب ما آپلود شده و یه سری از دوستان با اینکه قبلا ویدیوی آموزشی تو چنل‌های دیگه بوده از من خواستن که ویدیوی آموزش کامل سناریوی میتیک رو واسهتون قرار بدم که هم موقعی که تماشا میکنید تمام نکات بازی رو متوجه بشید و همین که اگر خودتون دوست داشتید بازی بکنید مسلط‌تر باشید. پس قرار توی این ویدیو به صورت کامل راجع به سناریوی میتیک صحبت بکنیم. ما یه دسته‌بندی تو بازی مافیا داریم که بهش میگیم دسته‌بندی بازی‌های کلیم آزاد. یعنی چی؟ تو بازی‌های کلیم آزاد شما آزادانه بدون اینکه از بازی اخراج بشید اجازه اینکه نقشتون رو بیان بکنید رو دارید. به علاوه شما اجازه بلوف زدن هم دارید. یعنی چی؟ یعنی شما با هر سایدی، چه شهروند چه مافیا، اجازه بلند کردن یا اعلام کردن هر نقشی رو دارید، حتی اگر اون نقش نباشید. یه سری استثناء داره که جلوتر توی توضیح نقش ها متوجهش میشید، ولی تا این لحظه این دیتا رو داشته باشید که شما توی این سناریو اجازه نقش بلند کردن، اعلام نقش رو به صورت کامل دارید و جزوی از چیزایی که تو بازی در اختیار شما قرار داده شده. تفاوت بعدی که سناریوی میتیک داره چیه؟ توی سناریوی میتیک تمام بازیکن‌ها چه توی روز با رأی‌گیری از بازی خارج شن چه توی شب شات بشن فرقی نمیکنه. هر دو طرف اجازه وصیت کردن دارن. ما تو بقیه سناریوها شات شبمون وصیت نمیکنه، کسی که شات میشه مستقیما از بازی خارج میشه، اما توی این سناریو شما حتی اگر شات شب بشید یک ترن گردنده بهتون اجازه وصیت کردن میده. میگه خدافظی کردیم با آقای شماره 1 به شات مافیا، بفرمایید وصیت. شما وصیت میکنی، صحبت نهایی تو انجام میدی و بعد از بازی خارج میشی. این هم یه دونه استثناء داره که جلوتر بهش میپردازیم. پس تو تفاوت دومش اجازه وصیت برای کشته های شب. تفاوت بعدی که داره سناریوی میتیک توی چالش گرفتنه. ما تو سناریوی میتیک چالش گرفتنمون محدوده. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما به صورت رندوم تو بقیه سناریو هر تعداد چالشی که بخوایم بگیریم میتونیم بگیریم و مجاز به این کار هستیم، اما تو سناریوی میتیک هر بازیکن هر روز بازی اجازه گرفتن یک چالش رو بیشتر نداره. پس من هر روز یک یه چالش بیشتر نمیتونم بگیرم، روز 2 یه چالش بیشتر نمیتونم بگیرم. و اصلا علت این موضوع چیه؟ اینه که بازیکن‌ها مدیریت بکنن صحبت‌هاشون رو لحظه‌ای که نیاز ورود بکنن به بازی و در نهایت اولویت بندی بکنن صحبت‌های مهمتر رو و تفکیک بکنن. پس شما تو سناریوی میتیک هر روز بازی اجازه گرفتن یک چالش رو بیشتر نداریم. اگر بیشتر از یک چالش بگیریم گردنده اعلام میکنه شما چالش خودت رو گرفتی، یک چالش از بازی سوخته و از بازی خارج شده. در اصل یه چالش رو داریم هدر میدیم که کس دیگه‌ای میتونسته بگیره. این از چالش. نکته خیلی مهمه که تو سناریوی میتیک با بقیه سناریوها متفاوته، رأی گیریه. تو سناریوی میتیک بازیکن‌ها اجازه رأی دادن به خودشون رو هم دارن. یعنی رأیی که شما به خودت میدی شمرده میشه. حالا دلیلش چیه؟ خیلی کلی بخوام بهتون بگم، یه سری مواقع شما نیاز به صحبت بیشتر داری تو این سناریو و اینکه شما تک چالشی صحبتات محدودتره، به خودت رأی میدی که وارد دفاعیه بشی تا بتونی صحبت بیشتری انجام بدی. یکی از دلایل دیگه ای هم که داره، یه سری سناریوها هستش که شما نیاز وارد دفاعیه بشی و یه سری صحبت‌ها رو انجام بدی. پس ما اجازه رأی دادن به خودمون رو توی سناریوی میتیک داریم. تفاوت بعدیش تو رأی گیری چیه؟ بقیه سناریوها یه سری چارچوب برای حضور تو دفاعیه و خروج داره. برای مثال ما تو سناریوی بازپرس هر بازیکنی که تو 10 نفر 4 رأی بیاره وارد دفاعیه و واسه خروج هم به همون 4 رأی نیاز داره. اما تو سناریوی میتیک تفاوتی نداره که شما تو کدوم از روز از بازی حضور داشته باشید و تو چه تعدادی باشید. یعنی چی؟ توی رأی گیری و توی سناریوی میتیک لازمه حضور تو دفاعیه و خروج نصف آراه.
یعنی چی؟ بازی میتیک به صورت اتوماتیک 12 نفره استارت میخوره. تو روزی که بازیکن‌ها 12 نفر تو بازی حضور دارن، لازمه ورود به دفاعیه و خروج نصفه، یعنی 6 رای. حالا یه نفر از بازی خارج شده، چه با رای چه با شات، متفاوته، فرقی نمیکنه، متفاوت نیست، فرقی نمیکنه. میریم توی تعداد 11 نفره. توی تعداد 11 نفره نصفش میشه 5.5. اما ما رأیی رو به سمت بالا گرد میکنیم، 5.5 به سمت بالاش میشه 6. پس توی 11 نفر همچنان لازمه دفاعیه و خروج 6 رأیه. میریم توی 10 نفر، نصف 10 نفر میشه 5 رأی وارد دفاعیه و به همین ترتیب تعداد پایین‌تر. پس ما هر روز واسه اینکه یه نفر وارد دفاعیه بکنیم و از بازی خارج کنیم، به نصف آرای بازیکنایی که تو اون روز حضور دارن نیاز داریم. این تفاوت بعدیش توی رأی گیری بود. نکته بعدی که توی این سناریو وجود داره اینه که شما تو سناریوی میتیک اجازه لایک و دیسلایک دادن تو دفاعیه بازیکن دیگه‌ای رو ندارید. لایک و دیسلایک اکتیه که تا قبل از دفاعیه، حتی تو درباره‌های صحبت، تارگت و کاور اجازه دارید که ازش استفاده بکنید، اما از لحظه‌ای که گرداننده اعلام میکنه وارد دفاعیه، برای مثال آقای شماره 5 شدیم، از اون لحظه بعد لایک و دیسلایک به صورت کامل ممنوعه، اخطار نداره، اخراج مستقیم داره. علتش چیه؟ ممکنه تو بازی که ما کلیم آزاده و میتونیم نقشمون رو بیان بکنیم، یه بازیکن تو دفاعیه بخواد نقشی رو چه به راست چه به دروغ بیان بکنه و بگه من اون نقش هستم. برای مثال من اومدم تو دفاعیه، برای اینکه خودمو تو بازی نگه دارم اعلام میکنم من دکتر بازیم. حالا ممکنه راست بگم، ممکنه دروغ بگم. اگر یک نفر تو دفاعیه من دیسلایک بده، ممکنه اون روندی که من دارم پیش میبرم و مختل بکنه. پس به همین خاطر ما توی دفاعیه اجازه لایک و دیسلایک نداریم و اگر این کسی این کارو بکنه، مستقیما همون شب از بازی اخراج میشه. این راجع به لایک و دیسلایک. این سری تفاوت‌های کلی سناریوی میتیک بود تا به این لحظه با مابقی سناریوهایی که تا این لحظه تماشا کردید. بریم تو دل سناریو. من سعی می‌کنم این سناریو رو با کمیک و قصه خودش واسهتون تعریف کنم که هم قابل درک‌تر باشه، هم ویدیو خیلی کسل کننده نباشه واسهتون. بازی میتیک تعداد استاندارد برگزاریش 12 نفر است، یعنی این سناریو برای 12 بازیکن طراحی شده. هر کدوم از بازیکن‌ها توی بازی میتیک انگار که یک خونه دارن، یعنی ما توی شهری داریم زندگی میکنیم که 12 تا خونه توش وجود داره. حالا دسته‌بندی ساید شهروند و مافیا چجوریه تو این بازی؟ ما تو 12 نفر تو سناریوی میتیک 4 مافیا داریم. از این 4 مافیا 3 مافیای بیدار و لینک هستن که همدیگر تو شب میبینن، با هم قابلیت مشورت کردن دارن و همدیگر به صورت کامل میشناسن و از اکت های همدیگه با خبر هستن. یک مافیای کاملا خاموش داریم که اون مافیای کاملا خاموش نه هم تیمی هاش رو میشناسه نه هم تیمی هاشون مافیای خاموش رو میشناسن. پس یه مافیای کاملا خاموش، 3 مافیای بیدار. این شد 4 تا مافیامون. 4 تا شهروند نقشدار داریم توی این بازی که جلوتر نقشاشو براتون توضیح میدم و 4 شهروند ساده. پس شدش که ما تو 12 نفر 4 مافیا، 4 شهروند نقشدار و 4 شهروند ساده داریم. بریم از نقشای مافیایی شروع کنیم، توضیح دادن نقشا و نکاتشون رو. همراه من باشید. امیدوارم که تا اینجای ویدیو نکات مفیدی رو بهتون گفته باشم. از اینجای ویدیو به بعد می‌خوایم بپردازیم به نقش‌ها و اکت‌هاشون و استثناهای این سناریو. همراهمون باشید. خب از 3 مافیا شروع می‌کنیم. 3 مافیای بیدار متشکل شده از رئیس مافیا، کانسورت و نینجا. از رئیس مافیا شروع می‌کنیم. رئیس مافیا مثل تمام سناریوها استعلام شاه انتهای بازی برای کاراگاه منفیه، دستور شات شب رو صادر میکنه و یک قابلیت اضافه تر هم داره. قابلیت اضافه تر رئیس مافیا چیه؟ ما گفتیم تو سناریوی میتیک تمام بازیکن‌هایش که شات شب میشن اجازه وصیت کردن رو دارن قبل از خروجشون. رئیس مافیا یک قابلیت داره به اسم جنیتوری یا وصیت بستن. این قابلیت یک بار در طی کل بازی میتونه ازش استفاده بکنه. یعنی چی؟ یعنی من رئیس مافیام، شماره 2 رو میخوام شات بکنم و از گرداننده میخوام که وصیتش رو ببنده.
اگر اون فرد شات بشه و دکتر نجاتش نده یا به هر روند دیگه تو بازی نمونه و خروجی بازی باشه، فردا گرداننده اعلام میکنه خداحافظی کردیم با آقای شماره 2 به شات مافیا با وصیت بسته، یعنی اینکه شما اجازه وصیت کردن نداری و رئیس مافیا اون یک اکتش رو استفاده کرد. نکته: در صورت اینکه رئیس مافیا یه بازیکنی رو شات بکنه و وصیتش رو ببنده، به هر روندی اون بازیکن نجات پیدا بکنه و نمیره، قابلیت وصیت بستن رئیس مافیا از دست رفته و بر نمیگرده، چون یک بار استفاده کرده، حالا از شانسش شاتش نشسته اصلا تو بازی، اون قابلیت جنیتوری بر نمیگرده به رئیس مافیا. این از نقش رئیس مافیا کلیتشه. بریم سراغ نقش بعدیمون، کانسورت. نقش کانسورت کاملا شبیه به نقش افسونگر تو سناریوی تکاوره. یعنی چی؟ کانسورت نقشیه که باید سعی بکنه نقشدارهای شهروندی رو تشخیص بده. هر شبی که بزنه به نقشدار شهروندی، وقتی اون فرد بیدار میشه، گرداننده بهش اعلام میکنه شما کانسورتی به اصطلاح رول بلاک هستی و نمیتونی از قابلیت خود استفاده کنی، کاملا مثل افسونگر. نکته اینه که یک تفاوت با نقش افسونگر داره، اینکه کانسورت اسپم داره. یعنی چی؟ یعنی شما میتونی هر شب به یک نفر بزنید. تو سناریویی که ما از افسونگر استفاده میکنیم توی سناریوی تکاور، یک شب در میون باید عکس ها تغییر بکنه، نمیتونی هر شب به یه نفر بزنی. اما کانسورت این بازی هر شب به یک نفر میتونه بزنه و یک تفاوت دیگه هم داره دیگه. ما تو اون سناریو افسونگر با تیمش بیدار نمیشه، توی این سناریو کانسورت جزو 3 مافیای بیداره، پس میتونه با رئیس مافیا مشورت بکنه و یه نفر رو افسون شات بکنن به اصطلاح. این از نقش کانسورت. یه نقش دیگه داریم به اسم نینجا. نینجا رو یه ذره جلوتر کامل واسهتون توضیح میدم، اما کمیکش چیه؟ نینجا مأمور انجام قتل تیم مافیاست. یعنی چی؟ من رئیس مافیام، تشخیص میدم بازیکن شماره 3 رو باید بکشم. چه کسی برام این کار رو انجام میده؟ نینجا، کسی که من استخدامش کردم و مأمور انجام قتله. پس من در اصل به نینجا میگم هدفم شماره 3 و نینجای بازی میره شماره 3 رو به قتل برسونه. قابلیتش چیه رو جلوتر با همراه یکی از نقشه شهروندی براتون توضیح میدم. پس شد 3 نقش مافیایی تا اینجا گفتیم: رئیس مافیا، کانسورت و نینجا. این از 3 مافیای بیدار. همونطور که گفتیم توی مافیا یک لینک دیگه دارن به اصطلاح، یک مافیای خاموش دیگه وجود داره به اسم تروریست. تروریست خیلی بچه‌ها نقش مهمیه تو این سناریو، نکاتش رو لطفاً گوش بدید که اشتباه نکنید. تروریست همتیمیاش رو نمیشناسه، همتیمیاش تروریست رو نمیشناسن. قابلیتش چیه؟ تروریست بازی یک عکس انتحاری داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه هر لحظه از بازی که بخواد میتونه با کلیم نقش خودش بگه من تروریست بازی هستم، برای مثال آقای شماره 4 رو با خودم از بازی خارج میکنم. نکته اول، ما گفتیم چه به راست چه به دروغ بلند کردن یا اعلام کردن هر نقشی تو این سناریو آزاده. نکتهش اینه منهای نقش تروریست، چون تروریست عکسش همون لحظه انجام میشه و نه مافیای دیگه جز ترور نه شهروندهای جز این که بگم من تروریست بازی همون ندارن، چون با کلیم نقش تروریست باید همون لحظه که تو اجرا کنی و یه نفر رو از بازی خارج کنیم. در صورت اینکه به دروغ اعلام تروریست بودن بکنی، همون لحظه از بازی اخراج میشی. تروریست بازی اکتش رو چه کسایی انجام میشه؟ تروریست باید تشخیص بده شهروندهای نقشدار رو به همراه خودش از بازی خارج بکنه، چون اگر بزنه به شهروند ساده بگه من تروریست بازی ام میخوام آقای شماره 2 رو از بازی خارج بکنم، اگه آقای شماره 2 شهروند ساده باشه گرداننده اعلام میکنه تروریست بازی شهروند ساده رو انتخاب کرده و به تنهایی از بازی خارج میشه و اون فرد تابلو میخوره که شهروند ساده است و توی بازی میمونه. پس میتونه شهروندهای نقشدار رو با خودش از بازی خارج کنه، اما همتیمی‌هاش رو چون نمیشناسه ممکنه اشتباه بکنه و همتیمی‌هاش رو از بازی خارج بکنه. یعنی چی؟ یعنی من تروریست بازیم، ممکنه به اشتباه یکی از یارامو احساس کنم شهروند نقشدار و بگم من با اون آقا از بازی میخوام خارج شم. در صورت اینکه یکی از یاراش رو انتخاب بکنه، یارش هم باهاش از بازی خارج میشه. پس اکت تروریست روی شهروندهای نقشدار و مافیاها اجرا میشه. شهروندهای ساده اتفاقی واسهشون نمیفته. پس این دغدغه ذهنی تروریسته که بتونه شهروند نقشدار رو تشخیص بده و با خودش از بازی
بیرون ببره. نکته‌ای راجع به نقش تروریست ما داریم تو این بازی. چون توی این سناریو تروریست ما ضامن آزاده و هر لحظه ای از بازی که خودش بخواد اعلام نقش بکنه میتونه فردی رو از بازی خارج بکنه، اکتش تا انتهای دفاعی قابل اجراست. یعنی چی؟ یعنی تروریست بازی اگر رأی 2 بیاره و از بازی خارج بشه دیگه اکتش خونسا، اصلا گرداننده اعلام نمیکنه که ایشون تروریست بودن، یه نفر رو با خودشون از بازی خارج میکنن، اعلام میکنن بفرمایید وصیتشو میکنه تروریست و به تنهایی از بازی خارج میشه و انگار هیچ اکتی نداشته. تا کی میتونه از نقشش و اکتش استفاده بکنه؟ تا پایان دفاعیه، یعنی هنوز گرداننده اعلام نکرده، ما میریم واسه مرحله دوم رأی گیری. در طول کل روز میتونه از نقشش استفاده بکنه، هر جایی از صحبت که بخواد. تو رأی گیری مرحله اول اگه احساس کنه خودش یا یاراش دارن وارد دفاعیه میشن میتونه بگه من تروریست بازیم، یه نفر رو از بازی خارج بکنه. حتی توی دفاعیه تا زمانی که دفاعیش به پایان نرسیده میتونه بگه من تروریست بازیم، یه نفر رو از بازی خارج کنه. از لحظه‌ای که گرداننده اعلام میکنه وارد مرحله دوم رأی گیری میشیم دیگه تروریست خنثی شده. خب این راجع به اکت نقش تروریست بود. یه سری نکات دیگه هم داره نقش تروریست. یعنی چی؟ تروریست چون هم‌تیمیاشو نمیشناسه و بالعکس توی آمار جزو نقش‌های شهروندی به حساب میاد. یعنی چی؟ یعنی اگر 3 مافیای بیدار تو بازی حضور داشته باشن به علاوه تروریست و 4 شهروند، انگار 4 تا مافیا تو بازی هم و 4 تا شهروند. تروریست چون تو آمار جزو شهروندها به حساب میاد بازی انگار 3-5، چون ممکنه تروریست اکتش رو اشتباه اجرا بکنه و هم تیمیاش رو از بازی خارج کنه یا شهروند ساده از بازی خارج کنه و بازی ادامه پیدا بکنه. پس برای برنده شدن تیم مافیا لازمش اینه که تعداد مافیای بیدار با شهروندها برابر بشه. تروریست تو آمار جزو مافیا به حساب نمیاد اما هویتش مافیاه. این نکته اولش. نکته دومش، ممکنه تروریست رو توی شب خود تیم مافیا شات بکنه، چون شناختی ندارن تروریستشون کیه، چون تروریست تو تایم شب نه اکتی داره و نه نامیراست. پس ممکنه به اشتباه فکر کنن تروریستشون تو بازی شهرمنده و بخوان شاتش بکنن. در صورت شات شدن فردا که میخواد وصیت بکنه نمیتونه بگه من تروریستم و یکی رو از بازی خارج میشم، شات شده و مرده. این راجع به نقش تروریست. پس ما 4 تا مافیا رو با هم بررسی کردیم: رئیس مافیا، کانسورت، نینجا که جزئیاتش رو جلوتر بهتون میگم و تروریست. بریم سراغ نقش‌های شهروندی. اولین نقش شهروندی که باید راجبش بدونید کاراگاهه. کاراگاه این سناریو مثل مابقی سناریوهاست، استعلام رئیس مافیا و مابقی شهروندها براش تا انتهای بازی منفیه. استعلام 3 مافیای دیگه کانسورت، نینجا و تروریست براش تو بازی مثبت. این از کاراگاه. پزشک بازی. اولین تفاوت پزشک این سناریو با بقیه سناریوها اینه که هر شب یک حق انتخاب بیشتر نداره پزشک و به علاوه در طی کل بازی هم 1 بار بیشتر نمیتونه خودش رو نجات بده. یه نکته بهتون بگم، اکت پزشک تو این بازی ارجح به تمام نقش‌ها و اکت‌های دیگه است. تو کمیک گفتم در نظر بگیرید که ما توی شهری هستیم که هر بازیکن توش یه خونه داره. پزشک وقتی یک نفر رو نجات میده انگار یک حباب دور خونش ایجاد کرده و داره ازش محافظت میکنه. پس اکت پزشک ارجح ترین اکت این سناریوه. کاراگاه و پزشک با هم دیگه راجبش صحبت کردیم. نقش بعدی این سناریو اسنایپره. اسنایپر این سناریو یه سری نکات ویژه و خاص داره که با بقیه اسنایپرها متفاوت. در طی کل بازی اسنایپر 2 تیر داره. لازمش چیه؟ اینه که با تیر اولش مافیا بزنه تا بتونه از تیر دومش استفاده بکنه. یعنی چی؟ یعنی من شب اول بیدار میشم، برای مثال شماره 1 رو میزنم با نقش اسنایپر. شماره 1 چه شهروند باشه چه مافیا باشه از بازی خارج میشه. اینجوری نیست که اگه من شهروند بزنم فایر بک شم، شهروند رو میزنم از بازی خارج میشه، مافیا رو میزنم از بازی خارج میشه. تو 2 تا حالت هدفش از بازی خارج نمیشه. حالت اول اینه که پزشک نجاتش داده باشه، حالت دومش اینه که رئیس مافیا رو زده باشه. در غیر این صورت حتی اگه شهروندم بزنه شهرونده از بازی خارج میشه. خود اسنایپر فردا که از خواب بیدار میشه و هدفش رو از بازی خارج کرده هنوز تو بازی حضور داره، خودش هم نمیدونه شهروند زده یا مافیا. از کجا میفهمه؟ شب بعدی که از خواب بیدار میشه گرداننده بهش میگه که تو اجازه داری از تیر دومت استفاده کنی یا باید با تیر دومت خودکشی کنی. اگر شهروند زده باشه تیر دومش رو به خاطر عذاب وجدانی که میگیره استفاده میکنه برای خودکشی. اگر مافیا زده باشه گرداننده بهش میگه تو میتونی از تیر دومت
استفاده بکنی. پس شد شرط استفاده از تیر دومش اینه که شهروندی رو با تیر اولش نکشته باشه. نکته، ممکنه شما شهروندی رو زده باشی و پزشک نجاتش داده باشه، نمرده باشه، یا یه نفری رو زده باشی رئیس مافیا باشه نمرده باشه. تو دوتا حالتش چون تو عذاب وجدانی نداری برای اینکه یه شهروند رو کشتی، گرداننده به تو اجازه میده که از تیر دومت استفاده بکنی. پس اگر تیر اول تو زدی و هدفت از بازی خارج نشد، مطمئن باش که اجازه استفاده از تیر دومت رو داری. اگر هدفت از بازی خارج شد، شهروند باشه خودزنی میکنی، مافیا باشه میتونی از تیر دومت استفاده بکنی واسه دادن هدف بعدیت. اگر شما تیر اول تو استفاده کردی و مافیا زدی، همون شب بعدی که بیدار میشی گرداننده بهت میگه میتونی از تیر دومت استفاده کنی، اما اجبار نیست که بلافاصله همون شب بعدش از تیر دومت استفاده بکنی. فقط تو داره مطلع میکنه که اجازه استفاده از تیر دومت رو داری. این از نقش اسنایپر. یکی از پیچیده ترین نقشایی که راجع به سوال پرسیده بودید، نقش بعدی شهروندی بادیگارد. بادیگارد در اصل یک نوع هیلره، یک نوع نجات دهنده است، اما با یه سری تفاوت. بادیگارد همونطور که گفتم ما توی این شهری که هر بازیکن یه دونه خونه داره، هر شب میتونه انتخاب بکنه و از یک خونه محافظت بکنه. یعنی چی؟ من بادیگاردم، احساس میکنم که قرار شماره 1 شات تیم مافیا بشه. شب که بیدار میشم به گرداننده میگه من میخوام از شماره 1 محافظت بکنم. عکس من اینجوری که انگار از خونه خودم میام بیرون، میرم جلو در خونه شماره 1 وای میستم و در طول شب دارم اونجا محافظت میدم. در صورت اینکه شماره 1 که من دارم ازش محافظت میکنم شات تیم مافیا شده باشه، بادیگارد خودشو میندازه جلو و میره درگیر میشه. درگیر شدن به چه معنیه؟ یعنی اینکه بادیگارد با مافیایی که میاد قتل رو انجام بده با همدیگه درگیر میشن. اگر این مافیایی که میاد قتل رو انجام بده نینجا باشه، اون نقشه گفتم جلوتر نکتهشو بهتون میگم، چون اگه نینجا هنوز تو بازی باشه و مأمور انجام شاته، خودش میاد شاتو بزنه. نینجا به خاطر قابلیتی که تو بازی داره، تر و فرز چابکه، با دیدن بادیگارد جلوی در خونه هدفش فرار میکنه. با بادیگارد درگیر نمیشه، میبینه بادیگارد اونجاست، فرار میکنه و از دستش میره. این حالت اگر پیش بیاد، نه واسه بادیگارد اتفاقی میفته، نه واسه شماره 1 که هدف تیم مافیا بوده، نه واسه نینجا. پس این شرطش که هیچ اتفاقی نیفته حضور نقش نینجا تو بازیه. اما اگر نینجا تو بازی نباشه، چه با رای، چه با شات اسنایپر، چه ترور، به هر روندی از بازی خارج شده باشه، یکی دیگه از مافیاها باید بیان شاتو بزنن. اگه کانسورت تو بازی حضور داشته باشه، رئیس مافیا به کانسورت دستور میده که برو شاتو بزن. اگر نه، جفتشون خارج شده باشن، خود رئیس مافیا بیاد شاتو بزنه تو بازی. اگر کس دیگه جز نینجا بیاد هدف تیم مافیا مورد قتل قرار بده، یعنی من کانسورتم، نینجامون تو بازی نیست، خودم مأمور شدم بیام شاتو بزنم، میبینم بادیگارد داره از شماره 1 که شات ما بوده محافظت میکنه، اما چون اون قابلیت تر و فرز بودن و چابک بودن نینجا رو ندارم، نمیتونم فرار بکنم. وقتی نتونم فرار کنم، مجبور به درگیری با بادیگارد میشم. درگیری با بادیگارد نتیجهش چیه؟ بادیگارد از بازی خارج میشه و میمیره. اون مافیایی که اومده شات رو بزنه هم توسط بادیگارد کشته میشه. اما هدف خود تیم مافیا که شماره 1 بوده محافظت میشه. تنها بادیگارد و مافیا از بازی خارج میشن. گرداننده چطور اینو بهتون اعلام میکنه؟ فردا صبح میره میگه این مافیایی که با بادیگارد درگیر شده، خدافظی کردیم با شما، به اکت بادیگارد. میره این بادیگاردی که با مافیا درگیر شده، خدافظی کردیم با شما، به شات مافیا. همه میفهمن که بادیگارد و مافیا با هم دیگه درگیر شده بودن، ولی نمیدونن تو خونه یکی این اتفاق افتاده، جلو در خونه یکی اتفاق افتاده. راجع به شماره 1 گرداننده صحبتی نمیکنه. این نکته رو بگم که جا مونده بود. تمام شات های این بازی توسط گرداننده اعلام میشه. یعنی چی؟ یعنی خداحافظی کردیم با شماره 1 به شات مافیا با وصیت باز یا بسته. خداحافظی کردیم با شماره 4 به شات اسنایپر. خداحافظی کردیم با ایکس به اکت بادیگارد. تمام کشته های شب مسیر مرگشون رو گرداننده توی روز به شما اعلام میکنه. این از اولین قابلیت بادیگارد که میتونه بره از یک شهروند از خونش محافظت بکنه. حالا ما گفتیم اکت پزشک به تمام اکتای این بازی ارجحه. اگر شماره 1 که هدف تیم مافیا بوده توسط پزشک نجات پیدا بکنه،
انگار که یه حباب دور خونش ایجاد شده و هیچ کدوم از این اتفاقا نیفتاده واسش. یعنی نه واسه بادیگارد اتفاقی میفته، نه واسه اون مافیا، نه شماره یک، همه چیز خونسا میشه. انگار که شات سیو شده، هیچ کسی با کسی درگیر نمیشه. بادیگارد یک بار در طی کل بازی میتونه خودش رو انتخاب بکنه. تو این حالت زمانی که خودش رو انتخاب میکنه انگار توی خونه خودش مونده و داره از خودش محافظت میکنه. این قابلیتش عین سیو خودش میمونه، یعنی انگار یک بار خودش رو داره سیو میده دیگه. اون قابلیت درگیر شدن نداره که اگه مافیا بیان شاتش کنن جفتی از بازی برن بیرون. یه بار میتونه انگار تو طول روز خودش رو سیو بده. یه نکته‌ای وجود داره بچه‌ها، اینکه بادیگارد وقتی انتخاب میکنه از خونه یه نفر محافظت بکنه، براش یه فرقی نمیکنه چه کسی به اون فرد حمله بکنه. حتی اگر اسنایپر به اون فرد حمله بکنه، بادیگارد وظیفه خودش میدونه که باید از اون فرد محافظت بکنه، پس با اسنایپر درگیر میشه. تو این حالت گرداننده اعلام میکنه ما خداحافظی کردیم با این آقای بادیگارد به شات اسنایپر. نمیگه آقای بادیگارد خداحافظی کردیم با شماره 2 به شات اسنایپر و میره سمت اسنایپر، میگه خداحافظی کردیم با شماره 4 به اکت بادیگارد. تو این حالت بقیه متوجه میشن که اسنایپر و بادیگارد دیشب با هم دیگه درگیر شدن. چه بسا که اصلا ممکنه بادیگارد به اشتباه رفته باشه از یه مافیا محافظت کرده باشه و اسنایپر اون مافیا رو هم زده باشه حتی، اما چون بادیگارد داشته ازش محافظت میکرده واسه اون مافیا اتفاقی نمیفته. بادیگارد و اسنایپر درگیر میشن و از بازی خارج میشن. این راجع به نقش بادیگارد. ما 4 تا شهروند ساده تو این بازی داریم. این 4 تا شهروند ساده چه توی شب چه توی روز قابلیتی ندارن، فقط تنها حالتی که گفتم اگر تروریست شهروند ساده رو از بازی خارج بکنه توی بازی میمونه و اتفاقی براش نمیفته. این راجع به کلیت نقش ها و رول بوک سناریوی میتیک بود. یه سری نکات دیگر رو بهش اضافه میکنم برای اینکه پرونده این ویدیو رو ببندیم. توی سناریوی میتیک بچه‌ها چه شهروندهای ساده، چه شهروندهای نقش‌ها، چه مافیا کلیمشون آزاده. این شهروندهای ساده نباید خیلی با کلیم کردنهای الکیشون، با کلیم کردنهای عجیب غریبشون، اعلام نقش‌هایی که برای خودشون نیست و ممکنه ذهن شهروندهای نقش‌ها که صاحب اون نقشن رو درگیر بکنن، بازی رو خراب بکنن. نباید اونقدر واضح شهروند ساده باشن که تروریست به راحتی بتونه نقشدارها رو تشخیص بده و از بازی خارج بکنه، و یا نه مافیاها بتونن نقشدارها رو پیدا بکنن و کانسورتشون بکنن، نقششون رو ببندن. این ماهیت کلی سناریوی میتیکه. یه چند تا نکته هم راجع به اجرا و گردانندگی سناریوی میتیک بهتون بگم که اگر دوست دارید واسه بازیکن‌های خودتون، کلاب خودتون این بازی رو اجرا بکنید حتما در نظر داشته باشید. ما تو سناریوی میتیک بعد از نقش دادن به بازیکن‌ها چیزی تحت عنوان ترن معارفه نداریم. همون لحظه بعد از نقشه شب میشه، 3 مافیای بیدار با هم دیگه آشنا میشن و وارد روز 1 بازی میشیم. تو روز 1 بازی از همون سیت شماره 1 که صحبت رو شروع میکنه بازیکن‌ها اجازه گرفتن چالش دارن یه دونه، و به علاوه انتهای همون روز رأی گیری انجام میشه. پس بازیکن‌ها از لحظه‌ای که وارد بازی میشن انگار دارن یک روز کامل بازی رو بازی میکنن، چیزی تحت عنوان ترن معارفه این بازی نداره. نکته بعدی که وجود داره ترتیب بیدار کردن نقش‌ها تو سناریوی میتیک به این شکله. اول تیم مافیا بیدار میشن، رئیس مافیا باید شاتش رو مشخص بکنه، بعد اکت جنیتوریشون رو اگر بخوان استفاده بکنن، وصیت بستنش رو بخوان استفاده بکنن، اونو باید مشخص بکنن. بعد از کانسورت بازی میخواد که اکتش رو اجرا بکنه. پس رئیس مافیا، شات، جنیتوری و بعد کانسورتی. بعد میریم واسه بیدار کردن شهروندهای نقشدار. اولین شهروند نقشداری که بیدار میشه بادیگارد، اکتش رو اجرا میکنه. بعد پزشک، اکتش رو اجرا میکنه. بعد اسنایپر، اکتش رو اجرا میکنه و در نهایت کاراگاه بیدار میشه. یه مقدار ترتیب بیدار شدن نقشه با بقیه سناریوها متفاوته. یه نکته دیگه هم که داره تو اجرای این بازی باید حتما حواستون باشه اینه که گرداننده باید ترتیب اعلام شات ها و وصیت ها رو رعایت بکنه. اگر تو حالتی پیش بیاد که ما همزمان هم شات مافیا رو داشته باشیم هم شات اسنایپر رو داشته باشیم، گرداننده اعلام میکنه خدافظی کردیم با آقای X به شات مافیا، خدافظی کردیم با آقای Y به شات اسنایپر، اما اولویت وصیت کردن با شات اسنایپر، یعنی اول شات اسنایپر وصیت خودش رو انجام میده، بعد شات مافیا وصیت خودش رو انجام میده، بعد دو دوست از بازی خارج میشن. بازیکن‌ها توی وصیت خودشون اجازه اعلام نقش
و اکت های شبی که تو شبای گذشته داشتن رو اعلام بکنن و دارن. یعنی میتونم بگم من کاراگاه بودم، شب یک استلام ایگری رو گرفتم منفی، شب دو که الان شاد شدم استلام این آقا رو گرفتم مثبت. حتی مافیا هم اگر شات اسنایپر بشن، حتی ترور اگر شات مافیا بشه یا هر اتفاقی افته، به دروغ هم میتونید تو وصیتتون کلیم بکنید. این راجع به وصیت بازی کنم. یه نکته دیگه هم بگم و تمام. توی سناریوی میتیک بچه‌ها از همون لحظه که تروریست اکتش رو اجرا میکنه، یعنی میگم من تروریست بازیم، آقای شماره 2 رو از بازی خارج میکنم، چه اون فرد با من از بازی خارج بشه، یارم باشه، شهروند نقشدار باشه، چه نه شهروند ساده باشه و تو بازی بمونه، هیچ کدوم از اون دو طرف ترور و هدفش اجازه وصیت کردن و صحبت کردن ندارن دیگه. در لحظه گرداننده اعلام میکنه شب میشه و اون روز دیگه ادامه صحبت و رأیگیری انجام نمیشه، همون لحظه شب میکنه و از شب بازی رو ادامه میده تا فردا صبح ادامه بازی اجرا بشه. این نکته دیگه هم که باید راجع بهش میدونستید. توی سناریوی میتیک صحبت بغل دستی به صورت کامل ممنوع. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اجازه این که اگر نقشت کاراگاهه به بغل دستیت بگی که من کاراگاه هم استلام شماره 2 رو مثبت دارم، پاشو بگو کاراگاهی شماره 2 رو بکن بیرون که اگه ترورم ترکید با تو بتره که من تو بازی بمونم. این عملا تو سناریوی میتیک بهش میگن لابی. شما اجازه این که نقشت رو و اکت ها تو خارج از ترن صحبت دو کس دیگه ای بگی رو نداری، در صورت اینکه گرداننده احساس بکنه دیتایی بین دو تا بازیکن وجود داره که بر اساس دیالوگ ها و اعلام نقش های توی ترن صحبت اون بازیکن ها نیست، باید هر دو رو از بازی خارج بکنه. خب این از کلیت قوانین سناریوی میتیک و تمام المان هایی که باید راجبش میدونستید. هر نکته یا سوالی راجع به این سناریو دارید، راجع به نقش‌هاش که توی این ویدیو متوجه نشدید، واسه من کامنت بذارید، با هم دیگه راجع بهش صحبت می‌کنیم، کامنت‌ها رو جواب میدم و به علاوه انتهای این ویدیو دو تا از بازیایی که با سناریوی میتیک برگزار شده رو واسهتون میذارم. اگر دوست دارید روی سناریو بیشتر سوار شید و مسلط باشید میتونید اینا رو تماشا بکنید و امیدوارم که ویدیوی مفیدی بوده باشه. دوستتون دارم، با امید دیدار، خدا نگهدار.